سلام، به کافه زیستی خوش اومدین. کافه زیستی جاییه برای دورهمی‌های علمی و قصه های شنیدنی. امروز همراه هستی رادمهر هستم و قراره که با هم یه گفتگوی جذاب داشته باشیم. سلام هستی، خیلی خوش اومدی به کافه زیستی. سلام، ممنون. به بچه‌ها سلام کن. سلام. هستی کلاس چندمی و از کدوم مدرسه؟ من میرم کلاس 8 و از فرزانگان 8. از فرزانگان 8. چطوری، چه خبر؟ این چیه با خودت آوردی؟ این رباتیه که من و همگروهیم خانم فاطمه نصرالله زاده سپهری با هم ساختیم. خب ما چون کافه زیستی داریم کمتر پیش میاد کسی با ربات بیاد تو کافه زیستی. حالا بهمون بگو که اصلا داستانش چیه، چیکار میکنه، چجوری وصل میشه، داستانش چیه، اصلا اینا چیه؟ خب اول از همه که بگم این یه ربات آتش نشانه که وقتی اینو بزنیمش به برق مانیتورش روشن میشه. الان روشنه، درسته؟ بله. اون جاها یه دونه سنسور دما داره که اون سنسور دما وقتی بهش گرما برسه هر چقدر باشه دما روی این مانیتور نشون میده. ما الان اینو روی 38 درجه تنظیم کردیم که وقتی به 38 درجه رسید این در واقع فکر کنه که آتش سوزی رخ داده و اون موقع است که فعال میشه یه جورایی دستگاه و پمپ آبش. اصلا کارش برای چیه؟ با چه هدفی اینو ساختین؟ آتش نشان در کجا قرار آتش رو خاموش کنه؟ واسه جنگل ها. چون سالانه توی خود ایران فقط حدود 15 تا 16 هکتار جنگل سوخته میشه و خب خیلی آسیب‌های مالی و پس شما توی مدرسه رفتین توی گرایش محیط زیست و بیوتکنولوژی احتمالاً. بعد یه موضوع محیط زیستی انتخاب کردی که فکر کردی که شاید نمیدونم به رباتیک هم علاقه‌مند بودی که این موضوع رو انتخاب کردی. یه توضیح بده چجوری اصلا این موضوع به ذهنتون رسید؟ ما خب توی اخبار شنیده بودیم که جدیداً خیلی آلودگی هوا بیشتر شده و خب همونجور میرفتیم بیرون خیلی هوا آلوده بود و تصمیم گرفتیم بریم سرچ کنیم ببینیم که اصلاً این آلودگی ها از کجا میان. خب دلایل مختلفی داشت این آلودگی ها، ولی یکی از دلایلش که خیلی نظر ما رو جلب کرد آتش سوزی جنگلا بود. توی نگاه اول گفتیم که خب چه ربطی داره آتش سوزی جنگل به آلودگی هوا، ولی بعد از تحقیقاتمون متوجه شدیم که اون دودی که از آتش سوزی بلند میشه خیلی واسه هوا مضره و خب ما اینو داریم تنفسش میکنیم. پس تصمیم گرفتیم که بیان یه سیستمی طراحی کنیم که راحت تر بتونه از توسعه اون آتش سوزی جلوگیری کنه. بعد توی گرایش بیوتکنولوژی که رفتین توی مدرسه ایده ساخته دستگاه دادید. حالا قبلا هم کلاسای رباتیک گذرونده بودین یعنی یا همین موقع یاد گرفتین؟ نه، با کمک یک مهندس ما تونستیم یاد بگیریم. پس همین سال گذشته یاد گرفتین. درسته. بچه‌ها برگزیده مسابقات بیوکاو هستن در گرایش پژوهش، درسته؟ و حالا اومدن که ایده هاشون رو با شما در میون بذارن ببینین که چیکار کردن، چون خیلی از بچه‌هایی که پژوهشگرن و حالا علاقه‌مند به کار پژوهش هستن دارن شما رو میبینن و میخوان ببینن که چطور اول ایده این موضوع به ذهن شما رسیده، چون خیلی وقتا فکر میکنم که ایده خوب خیلی 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 مهمتر از این باشه که ما تو آزمایشگاه چی کار میکنیم. شاید یه ایده خیلی ساده باشه ولی خیلی ارزشمند باشه و بتونه به یک نتیجه خیلی بزرگی ما رو برسونه. خب حالا برام توضیح بده که اساس کار این دستگاه چجوریه؟ رباتیه که حرکت میکنه یا نه یه جایی باید ثابت باشه؟ داشتی توضیح میدادی، یه بار دیگه برام بگو که اصلا این دستگاه چطور کار میکنه. خب اون پمپ آبه بعد توی یه مخزن آب قرار بگیره و وقتی همونجور که گفتم دما به 38 درجه رسید این شروع میکنه که آب کشیدن به خودش و از طریق این لوله میرسه به این قسمت. این قسمت به صورت 180 درجه میچرخه و خب آب پاشی میکنه تا شعاع حدود 1 متری شد. تا شعاع حدود 1 متری شد.
الان خب یه طرح اولیه است، یعنی یه ایده اولیه است که شما اومدین براش این دستگاه رو ساختین. فکر کردین برای اینکه مثلا توسعهش بدین و مثلا یه کاری بکنید که خب ویژگی‌هاش افزایش پیدا بکنه، شما مثلا بتونید هم شعاع بیشتری رو آبپاشی بکنه دستگاهتون و فکر می‌کنم حالا توی ساختار خود دستگاه هم باید سری تغییرات ایجاد بکنید. بله، ما یه سری ایده داشتیم. اولیش این بود که راجب قاپ دستگاه که خب همینجور الان این چوبه و خب اگه آتش سوزی رخ بده خودش میتونه یکی از عوامل آتش سوزی باشه، ولی خب ما میتونیم اگه بخوایم واقعا توی جنگل استفادهش کنیم میتونیم حالا یه جنسی استفاده کنیم که نسوز باشه. یه توضیح همینجا بدم به بچه‌ها ببینید شما یه وقت هست دارین یه کار پژوهشی انجام میدین، باید ایده اولیه‌تون رو تست کنید. برای تست ایده اولیه‌تون ممکنه که بیاین مثلا از چوب هم استفاده کنید، از وسایل ارزان‌تر، چیزایی که در دسترستونه، ببینید اصلا اون ایده کار میکنه، خوب هست. وقتی که ایده اولیه‌تون اوکی بود حالا بیاین توسعه‌اش بدین. مثلا ممکنه بچه‌ها سال بعد بیان به قول خودشون جنس دستگاه رو کلاً عوض کنن. دیگه چه چیزی به ذهنتون میرسه؟ این که خب ما اینو اگه بخوایم توی جنگل استفاده کنیم برقش رو از کجا بیاریم؟ ما در نظر گرفتیم که بتونیم سرش پنل خورشیدی نصب کنیم که هم رایگانه، هم نیاز نداره که هی تعویض بشه و اینکه خب دسترسی بهش راحته. درسته. بعد این چجوری باید نصب بشه؟ آیا جای نقطه‌های خاصی رو توی جنگل مثلا شناسایی باید بکنی یا در اختیار محیط‌بانا قرار میگیره یا اینکه خودش خودکار عمل میکنه، میتونه ارتباطی با محیط‌بان داشته باشه یا نه؟ خب این ایده هایی که شما دادید که ارتباط با محیط‌بان داشته باشه میتونه باشه، یه ایده خوبیه، ولی ما در نظر گرفتیم که باید یکی مثلا بره جنگل رو خوب بشناسه، بعد ببینه که کجا احتمال آتش سوزی بیشتره، بعد میتونه حالا روی نوک درختای بلند یا حتی توی تنه درخت‌ها جاسازش کنه که حیونا نتونن بهش آسیبی برسونن. خب پس شما برای توسعه کارتون میتونید از کسایی که محیط زیست رو خیلی خوب میشناسن یا محیط‌بانای عزیز کمک بگیرید برای شناسایی جنگل. مثلا بعضی از فصل‌ها هست که آتش‌سوزی خیلی بیشتر اتفاق میفته که بتونید در واقع دستگاهتون رو اونجا استفاده بکنید. البته با توجه به اینکه شما علاقه‌مند به بیوتکنولوژی هستید، باز مثلا ایده که الان به ذهن من میرسه اینه که شاید بتونید از موادی استفاده بکنید که مثلا حالت نانو دارن و خیلی سریع‌تر میتونن آتیش رو خاموش کنن، اصلا نیازی به استفاده از آب نباشه، چون اینم خودش یه چالشه. آبو می‌خواید توی جنگل از کجا بیارید؟ ما میتونیم این پمپ آبش رو به مخازن آب زیرزمینی وصل کنیم که توی مواقع اضطراری آبش تموم نشه. درسته. ولی باز ایده اولیه‌تون خیلی ایده خوبیه ولی جای کار داره. درسته؟ مثلا یادمه که بهم گفتی که میتونه از طریق پیامک هم با محیط‌بانا و اینا ارتباط داشته باشه یا مثلا فقط بتونه شناسایی بکنه. بچه‌ها سال 8م هستن. الان سال 8م بودی که تموم شده، درسته؟ هفتم تموم شده. خب سال 7م بودن و یه ایده‌ای داشتن که خیلی خوب تونستن اجراش بکنن. سالهای بعد حتما ایدهشون رو توسعه میدن، خیلی بهتر روش فکر میکنن و سعی میکنن که حالا با شناختی که از زیست شناسی و محیط زیست و علوم دیگه در واقع پیدا میکنن ایده هاشون رو جدیدتر بکنن. هستی جان، شما کارتون رو گروهی انجام دادین. کار گروهی چطور بود؟ به نظرت پژوهش رو اگر که فردی انجام میدادی بهتر بود یا گروهی؟ این که بخوایم فردی انجام بدیم خوبه ها، ولی خب یکم سخت میشه. این که من با گروه انجام دادم هم برای تحقیقات، هم برای نوشتن مقاله، هم برای ساخت این خیلی کمکم کرد. یعنی کار تقسیم شد. ممنونم از محصولات کاف زیستی استفاده کن. هستید. ممنون که امروز همراه ما بودین. ممنون از شما بچه‌ها که ما رو امروز دیدین. امیدوارم که هستی همینطوری کارهای پژوهشیشو ادامه بده و سالهای بعدم بیاد برای ما توضیح بده که چه کار جدیدی انجام داده. تا برنامه بعد فعلا خدا نگهدار. خدا نگهدار.